الحمد لله وحده و صلاة و سلام علی نبی بعده. اما بعد، امروز هم که باشد در اطراف یک آیه از قرآن عظیم شأن به شما کمی بیانات می‌دهیم که الله متعال در سوره اعراف در آیه 33 می‌فرماید: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله مهربان در این کلام پاک خود چه زیبا می‌فرماید. میگوید: ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بگو به پیروان قرآن بدرسه که الله متعال حرام گردانیده است فواحش را، یعنی فاحشگی را، ما ظهر منها و ما بطن، آن فاحشگی که چه آشکار باشد چه پنهانی باشد، الله متعال او را حرام گردانیده است. ملعصف امروز نظر کنید، فاحشگی چه پنهانی و چه ظاهری در من شما مسلمان ها چقدر زیاد شده است. و در دوام آیه کریمه الله متعال باز میگوید: حرام گردانیدم اثم یعنی گناه را حرام گردانیدم، باید گناه نکنید شما. والبغی بغیر الحق، با ظلم بغیر حق، یعنی اذیت دادن، ضرر رساندن بغیر حق را الله متعال، ظلم ستم را بغیر حق را الله متعال چکار گردانیده است؟ حرام گردانیده است. و ان تشرکوا بالله، باز الله متعال حرام گردانیده است که در برابر ذات الله چیزی را شریک بیاری، در اسماء و صفات الله متعال چیزی را شریک بیاری. ما لم ینزل به سلطان، مادامی که در آن چیزی که الله متعال چکار نکرده است یگام حجت، یگام دلیل بر شما روان نکرده است. و ان تقولوا علی الله، یا آن چیزی را بگی بر الله متعال که ما لم تعلمون، در حالی که او را نمیدونید. عزیزان دل، این آیه کریمه اونقدر مفهوم و معنای کلان دارد که هر یک مسلمان موحد حقیقی اگر کمی اندیشه کنه در اطراف این آیه کریمه، به حد چیزایی را برای خود میگیرد و از عملهای بد کناره میگیرد، به خاطر که الله متعال خود آشکارا بیان میکند که فاحشگی که چه آشکار باشد چه پنهان باشد، ای بندگان من، او را من به شما حرام گردانیدم. امروز ملعصف نظر کنید، فاحشگی سرتاسر مسلمان ها را فرا گرفته است و مسلمان ها در خواب غفلت هستند. و الله میگوید گناه را، امروز گناه از من شما اونقدر سر میزند که اهمیت نمیتیم. اصحاب پیغمبر گناه خرد را مثل گناه کلان میدونستند، گناه کلان را هلاک شونده میدونستند. امروز مسلمان ها چقدر گناه ها انجام میدهیم و پروا نداریم که این گناه عاقبتش برای من شما خطر دارد. و الله مهربان میگه والبغی بغیر الحق، باز الله متعال میگه یعنی ستمی که بغیر حق باشد او را من به شما چکو کردم؟ حرام گرداندم. و با از شریک آوردن در برابر ذات پاک الله، در اسماء و صفات الله، او را الله حرام گردانیده است. امروز عملهای شرکی از اکثر مسلمان ها سر میزند، در حالی که میگه الله چی میگه؟ ما لم ینزل به سلطان، در آن چیزی که شما شریک میاره در ذات پاک الله، در اسماء و صفات الله که من با او هیچ دلیلی به شما روان نکردم، یعنی شما را اجازت ندادم. امروز انسان ها را نگاه کن، سر تا سر اکثر مسلمان ها از جهت جاهلی و بیسوادی دارن در عمل شرکی دست میزنن. اکثریت شو به چه خاطر؟ به خاطر که توحید نداریم، تا حال موحد حقی شدگی نیستیم.
و در دوام آیه کریمه الله مهربان یک چیز خطرناک بیان میکنه و ان تقولوا، این که میگه بر الله متعال علی الله ما لم تعلمون، بعضی گپا و بعضی چیزایی را میگه که نسبت الله متعال که در حالی که نمیدونه که همون را الله گفته است یا نگفته است یا رسول الله همون را خبر کرده است یا نکرده است. یعنی امروز بعضی برادرای هستن که امروز از بیسوادیشون در حق الله متعال، در حق دین الله متعال گپای میزند که خطر دارد. به همین خاطر عزیزان دل امروز در مسائل فقهی طرف بیست، در مسائل عقیدوی بعض انسان ها علم ندارن فتوا میدن، نعوذ بالله تکفیر میکنن. بعضیش در مسئله تقدیر بحث مناظره میکنن، بعضیش در مسئله دوزخ و جنت از پیش خود گپایی میزنن که انسان موحد با مجرد شنیدن تنش در لرزه میآید. به همین خاطر آن چیزی را که در بیان اسما و صفات الله متعال در بیان عقیده نمیدونید درباره این صحبت نکنید، از یک اهل علم پرسید. همچنین ابی حنیفه رحمت الله علیه در شرح عقیده طحاوی جلد 2 صفحه 427 جلاء العلیین شرح عقیده طحاوی در میاره که از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگوید که انه قال، اینکه امام ابو حنیفه چی گفت؟ لا ينبغي لاحد ان ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه. یعنی برای هیچ کسی امام ابو حنیفه میگه که لایق نیست، یعنی سزاوار نیست که درباره ذات الله تعالی سیر از پیش خود چکو کند بگوید، بلکه الله تعالی را به آن چه صفت بکند که الله تعالی چکو کرد، ذاتش خودش را به آن صفت چکو کرده است، بیان کرده است. یعنی که انسانی که الله متعال میخواه وصف صفت کند آن طور وصف صفت کند که الله متعال در قرآن یا پیامبر در حدیث مبارکش بیان کرده است. از پیش خودش در بیان اسما و صفات الله متعال هر گپ فوریدش نگه. امروز مردم از بیسوادی دارن همین گپ میگن. به همین خاطر عزیزان دل ما کوشش کنیم که در آنچه که علم نداریم نسبت دین الله متعال سخن درازی نکنیم، از پیش خود هر سخنی نگیم که فردای روز قیامت سوال و جواب پرسش به حد برای انسانی که به علم داره گپ میزند سخت میگیرد. الله بلوش الله متعال همه من شما را توفیق عمل کردن با قرآن و با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق سلف صالح نصیب و روزی بگرداند. آمین.